وقتی انسان که میمیرد ملائکه ها پیش خداوند بدنش سینی خداوند میگویند خداوندا به نزد بنده شرمنده آوردیم، ندارد طاعت همراه چنین یک بنده آوردیم، پریشان و تباهکار و سیاهکار و پر از عصیان خلاف یک بنده عاجز پر از فتنه آوردیم. حریصی روزگار و مال و جاه و پیروی شیطان کنون از چنگ شیطانی لعین نشکنده آوردیم. اگرچه او گناهگار است ترا یک نام غفار است، بکن عفوش که حیران است کفن پیچانده آوردیم. ندارد دیده بینا، زبان گنگ است کرگوش ها، گناهش را تدانای دو پایش بسته آوردیم. از آن روزی که مردن را به چشم خل عیان بینی، دو چشم پرخمارت آب حسرت را روان بینی. ای بدبخت چی سود از سیمزده آخر به پخت آب چکانندد، به حلقت می رود یا نه که او را در گمان بینی. به ایوانی لحظ خفتی به حال خود نمیگیری، کفن افتیده در گردن شما رو کژدمان بینی. ز چاه کنده بردیل تخلق را در اندازی، نمیترسی از آن روزه که خود را در همان بینی. از آن روزه که روحت جانب خانه کند پرواز، پسر در خدمت و زن در کنار دیگران بینی. دنیا دیده سینا کسان راضی شده است، گوسال رئیس مردگاه قاضی شده است. دنیا طلبان در غم دنیا مردن، ایمان طلبان جان به سلامت بردن. دنیا طلبان ز حرص مستند همه، موسی کش فرعون پرستند همه. آن عهدی که با خدا بستند همه، از بحر دیرم جمله شکستند. ای خواجه یقین بدان که خواهی مردن، کردمت خبر جز یک کفن بخیر نخواهی بردن. ای بدبخت با این همه زر، مال زر زن سبیل بماند اثر. ای احمق خر زن مالی ترا و شب باید خوردن با شوی دیگر. ای خواجه در این جهان چرا بخبری، روزانه شبانه در طلب سیم و زری. برنده ای که در این جهان یک کفن ای، این هم بگمان است که بری یا نبری. اگر در قلعه زرین ای بدبخت شهنشاه جهان باشی، بگوری تنگ فردا زیر پای مردمان باشی. اجل خاکت کنه گر رستم صاحب قلان باشی، شوی نابود اگر از سرکشی در آسمان باشی.